مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آشکار شدن باز یک حالت سوءقصد به کشتار امسر خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد روز 14 ژانویه سال 2024 تخمین ساعت 15:00 دقیقه مرد 32 ساله ساکن ناحیه 8 در خانه استقامتیش از سبب مناقشه اولیوی با همسرش زن 31 ساله ساکن همونجا جنگ و جنجال نموده در جریان مناقشه با کرد یک مرتبه به شکمش ضربه زده است. در نتیجه جبری دیده جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفصیلات دیگر حادثه و سبب به سر همسرش کرد برداشتن ساکن 8 معلوم نیست. خود مرد دستگیر شده و نزدیکانش برای شرح ماجرا دسترس نیستند. وزارت کارهای داخلی تنها گفت که تفتیش این حادثه ادامه دارد. به ساکن 8 بر اساس ماده 112 کودکس جنایی تاجیکستان برای رسانیدن آسیب وزین به سلامتی تا چند سال زندان تهدید می‌کند. در روزهای آخر این حرکت دومین حالت رسانه‌ای شدن مناقشه خونین اولیوی در تاجیکستان است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا از بازداشت مرد 35 ساله ساکن ناحیه دنغره با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی خبر داده بود. خود گمانبر شونده و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فریضه مقامات صبح 12 ژانویه سال 2024 تخمین ساعت 08:00 دقیقه مرد ساکن دنغره با سبب‌های رشک اولیوی به خانه همسرش زن 36 ساله ساکن ناحیه مذکور رفته دست و پایش را بسته با کارد آشخانگی 34 مرتبه به عضوهای مخصوصا مهم بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. به ساکن دنغره برای آدمکشی با بیرحمی مخصوص بر اساس ماده 104 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان همچون جزا تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید می‌کند.